پیرو ویدیو قبلی که در رابطه با آداب خوابیدن بود، لازمه یکی دو تا نکته کوچیک و ریز دیگر من این وسط بگم که نکات مهمیه، شاید خیلی بهش توجه نکنم ولی خیلی مهمه. یکیش اینه که گوشی موبایل هنگام خوابیدن باید خاموش باشه یا تو حالت هواپیما باشه و وای فای اگر در خونه استفاده میشه حتما خاموش باشه. این دو تا نکته با اینکه نکات کوچیکیه ولی میتونه تو کیفیت خواب تاثیر داشته باشه. بعضیا تنها خوابیدن رو هم منع میکنن و نهی میکنن، ولی به نظر من اون به تنهایی هیچ مشکلی نداره تا مادامی که طرف برهنه نخوابه، هیچ مشکلی نداره. اون برهنه خوابیدن هم اگر طرف تنها نباشه احتمال تسخیر هست، ولی خب اگر طرف هم برهنه باشه هم تنها باشه که خب مشکلات رو برای طرف دو چندان میکنه. میگم تنها خوابیدن مشکلی نیست، چون من خودم به این نوع خوابیدن چند سالی که عادت دارم و هیچ مشکلی برام پیش نیامده و از دیگران هم مشکلی به صرف تنها بودن برای خوابشون نشنیدم. خب موردی که میخوام خیلی ضروریه بگم اینه که وقتی که خوابتون رو توی دایرکت از من میپرسید تعریف میکنید و تعبیرش رو میخواید، حتما با جزئیات بگید. صرف این که بگید استاد من یه سایه دیدم این کافی نیست، چون خواب جزئیاتش فرق میکنه. اگر اون سایه روی زمین باشه به معنی دشمنیه که به صورت جدی تو داری، اگر روی دیوار باشه یه معنی دیگه میده که احتمال سرقت از منزلت هست. پس اینا هر کدوم حالتهای مختلف داره. اگر درخواست میکنی برای تعبیر خواب اینا حتما ملاکت باشه و تو ذهنت باشه که با جزئیات کامل بگو.